سلام به دخترای قشنگ و آقا پسرای زرنگ دبستان درخت دانش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها امروز میخوایم با ادامه کتاب علوممون درس 2 با عنوان ماده تغییر میکند کلاسمون رو شروع کنیم. ماده تغییر میکند. بچه‌ها ماده چیست اصلا؟ ما اصلا راجع به ماده چیزی نمیدونیم. هر چیزی که در اطراف ما هست و ما در اطراف خودمون حداقل با یکی از حواس پنجگانمون مشاهده میکنیم، در واقع درک میکنیم و مشاهده میکنیم، ماده نامیده میشه. ماده یک سری ویژگی ها هم داره. ماده حجم داره، جرم داره و حتما از اتم یا مولکول ساخته شده. جرم چی هست بچه ها؟ جرم مقدار ماده تشکیل دهنده جسم است. ماده هست در واقع. هر ماده در واقع یک حجمی رو، یک فضایی رو اشغال میکنه و ذرات تشکیل دهنده ماده از اتم و مولکوله. مولکول چیست؟ بچه‌ها مولکول کوچکترین ذره تشکیل دهنده یک ماده است که حتما خواص اون ماده رو خواهد داشت و دارد. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها من اگر بیام مولکول های یک تکه کاغذ رو زیر میکروسکوپ بررسی کنم، خواصی که اون مولکول ها به من میدن در واقع همون خواصی هستش که یک برگ کاغذ به من میده. پس در واقع خواص مولکول ها هستن که خواص کاغذ رو برای ما میسازن. پس مولکول کوچکترین ذره تشکیل دهنده یک ماده است که خواص اون ماده رو داره و خواص هر ماده به مولکول های اون ماده بستگی داره. خب بچه ها ما انسان ها برای رفع نیازهای خودمون میایم مواد اطرافمون و پیرامونمون رو تغییر میدیم. پس ما خودمون میایم یک سری مواد رو تغییر میدیم. انواع تغییرات مواد چی هستن؟ تغییرات فیزیکی و تغییرات شیمیایی. پس تغییرات مواد به دو دسته تقسیم میشن: تغییرات فیزیکی و تغییر شیمیایی. خب بیایم تعریف کنیم تغییرات فیزیکی رو، ببینیم چه ویژگی هایی دارن، چطور متوجه بشیم که یک تغییری که پیش اومده اتفاق افتاده یک تغییر فیزیکیه. بچه ها تغییرات فیزیکی تغییراتی هستن که در اونها فقط شکل، اندازه و یا حالت ماده که همون فاصله بین مولکول ها هست تغییر میکنه. بچه فاصلیتونه دیگه، حالت های ماده پای سوم خونده بودیم. حالت های ماده چیا بودن؟ جامد، مایع، گاز. پس زمانی که فقط حالت ماده، حالت فیزیکی ماده تغییر کنه، من یک تغییر فیزیکی دارم که حالا به هر کدومش دونه دونه اشاره میکنم. پس تغییر فیزیکی شد تغییری که در اون شکل، اندازه و حالت ماده تغییر کنه، اما نوع مولکول های تشکیل دهنده اون ماده هیچ تغییری نکنه. هیچ ماده جدیدی به هیچ شکلی از حالت ماده در واقع تشکیل نشه. هیچ ماده جدیدی به وجود نیاد. خب بیایم بررسی کنیم، مثال بزنیم برای زمانی که گفتیم که تغییر در شکل ماده به وجود میاد. برای مثال بچه ها تصویر رو نگاه کنید. اگر من یک خمیر بازی داشته باشم، من با این خمیر بازی بیام یه خونه درست کنم، بیام یه درخت درست کنم، جنس خمیر من تغییر میکنه؟ نه، جنس خمیر من به همون شکل میمونه. اینجا چی تغییر میکنه؟ فقط شکل مادم تغییر میکنه اما جنسش تغییر نمیکنه. من یک درخت دارم که با خمیر بازی درستش کردم. من یک خونه دارم که با همون خمیر بازی از همون جنس درستش کردم. پس جنس ماده تغییر نکرده، فقط شکل ماده است که تغییر کرده. پس به همچین تغییری که تو شکلش عوض شده مثل خمیر بازی یک تغییر فیزیکی میگیم. خب بچه ها زمانی که ما لباس هامون رو تا میکنیم یا اتو میکنیم، در واقع تغییر در شکل اون لباس به وجود میاریم. آیا جنس لباسمون با تا کردن عوض شده تا حالا؟ نه.
اتفاقی افتاده که مثلا ما دیگه میتونیم بگیم جنسش تغییر شده، نوع مولکولاش تغییر پیدا کرده. نه، چی تغییر پیدا کرده؟ تنها چیزی که تغییر پیدا کرده شکل ماده است. مثال دیگه ای بچه بخوام براتون بزنم درباره تغییر شکل که ایجاد یک تغییر فیزیکی میکنه، زمانی هستش که من یک برگه کاغذ رو مچاله میکنم. بچه ها، مچاله های کاغذ من وقتی که یک کاغذ رو در واقع مچاله میکنم جنسش عوض میشه؟ نه، من یک کاغذ مچاله شده دارم، جنس جفتشون از جنس همون کاغذه. چی تغییر کرده در اون؟ فقط تغییر شکل اتفاق افتاده. پس زمانی که من این تغییر شکل ها رو داشته باشم، در واقع در کل یک تغییر فیزیکی خواهم داشت. چرا؟ چون تغییر شکل اتفاق افتاده اما جنس ماده تغییر نکرده، ماده جدیدی تولید نشده. خب بریم سراغ تغییر در اندازه که یکی از ویژگی هایی هستش که ایجاد تغییر فیزیکی میکنه. یعنی در واقع ما فقط اگر تغییر اندازه و موارد دیگری از تغییر فیزیکی رو ببینیم در کنار هم دیگه، یک تغییر فیزیکی رو داریم. مثل چی؟ مثل زمانی که من یک برگه کاغذ رو پاره میکنم. بچه جنس کاغذ عوض میشه؟ نه. چی عوض میشه این وسط؟ فقط بچه من تغییر در اندازه کاغذ دارم. کاغذ من اولی کاغذ بزرگ بوده، حالا یه تیکه کاغذ کوچکتر تو این دستم، یه تیکه کاغذ کوچکترم تو این دستمه، اما جنس کاغذ تغییر نکرده. خب بچه زمانی که یک لیوان یا یک ظرف شیشه‌ای میفته و میشکنه، چه اتفاقی میفته در اجزای اون ظرف؟ در واقع تغییر در اندازه ما داریم. آیا بچه جنس ماده عوض شده؟ نه. برای مثال وقتی شما تو خونتون یه لیوان که میشکنه، مامانتون میگه حواستون باشه ها خورده های شیشه نره تو پاتون. بچه هر کدوم از اینا خورده های شیشه است، مثل جنس اولیه همون لیوان شیشه‌ای. پس جنس عوض نشده. پس چی عوض شده خانم؟ تغییر در اندازه عوض شده. در واقع در اندازه تغییر به وجود اومده که یکی از در واقع ویژگی های تغییرات فیزیکی هست. خب این آقاه داره چیکار میکنه؟ داره این درخت رو، تنه درخت رو داره اره میکنه. بچه‌ها تیکه هایی که بعداً به دست میاره جنسشون عوض میشن؟ نه، جنسشون همونه. پس چی عوض میشه خانم؟ تغییرش در واقع اندازش تغییر میکنه، عوض میشه. تو این تصویر هم همینطور بچه‌ها، ما زمانی که یک کله قند رو این شکلی خوردش میکنیم و به تکه های یا حبه های قند تبدیلش میکنیم یا توسط هاون میکوبیمش و به پودر قند تبدیلش میکنیم، آیا جنس قند تو هر کدوم از اینها که بهش تبدیل شده تغییر کرده؟ نه، تغییر نکرده. همه ویژگی های همون قند تو پودر قند و توی حبه قند هم هنوز هست. پس خانم چی تغییر کرده؟ اندازه قندها تغییر کرده ولی جنس ماده تغییری نکرده. پس اینها همشون یک تغییر فیزیکی رو به ما نشون میدن. خب بریم مثال بزنیم برای زمانی که ما برای یک تغییر فیزیکی در ماده تغییر حالت مواد رو میبینیم. بچه ها در واقع در ایجاد یک تغییر فیزیکی که در اون تغییر حالت مواد صورت میگیرد، یا گرما و یا سرمای محیط تأثیر فراوانی دارد. یعنی چی؟ یادتونه دیگه تو پایه سوم خوندین، ولی من یه یادآوری کوچیک میکنم بهتون. زمانی که ما تغییر حالت مواد رو داریم که با گرفتن گرما اتفاق میفته، مثل عمل ذوب یعنی تبدیل جامد به مایع، ما یک تغییر فیزیکی داریم. چرا؟ بچه ها من وقتی یک قالب یخ دارم، وقتی که میذارمش برای مثال توی ظرفی، وقتی که یخ من که جامده داره به مایع تبدیل میشه، عمل ذوب شدن رو طی میکنه، جنس ماده من تغییر کرده؟ نه. پس چی عوض شده خانم؟ حالت ماده عوض شده. حالت ماده با گرفتن گرما عوض شده، درسته؟ خب بستنی هم همینطور بچه ها. بستنی هم زمانی که ذوب میشه از حالت جامد یعنی به حالت مایع تبدیل میشه، جنسش تغییری نمیکنه. پس چی عوض میشه بچه ها؟ حالت ماده عوض میشه. حالت های ماده دوباره میگم جامد، مایع و
گاز. بچه پارافین شمع هم همینطور، زمانی که شمع در واقع روشن هست شعله‌اش و داره میسوزه، پارافین های اطراف شمع شروع میکنن به ذوب شدن، تبدیل جامد به مایع. بعد همین پارافین ها بچه ها میان این پایین دوباره جامد میشن. میبینیشون؟ آیا جنسش عوض شده؟ نه. ما حتی میتونیم پارافین ها رو بعداً جمع کنیم، یه فتیله بعداً بذاریم توش و خودمون یه شمع بسازیم. پس جنس شمعمون تغییر نکرده و فقط حالت ماده در اثر گرفتن گرماست که تغییر کرده. خب بریم سراغ تبخیر. تبخیر هم در واقع یکی از حالتهای در واقع تغییر حالت ماده است که با گرفتن گرما اتفاق میفته. تبدیل مایع به بخار یا گازه که زمانی که من آبم رو بهش گرما میدم، برای مثال بخار آب جنس همون آبی رو داره که توی ظرفم بوده و فقط حالت ماده است که عوض شده. بچه ها تسعید در واقع این هم همینطور تغییر حالت ماده است که با گرفتن گرما جامد بدون اینکه مسیر مایع شدن رو طی کنه به گاز تبدیل میشه. پس تسعید تبدیل جامد به گاز هست بدون اینکه مسیر مایع شدن رو طی کنه با گرفتن گرما. خانم مثل چی؟ مثل این بوگیرایی که توی ماشین استفاده میکنن، تبدیل جامد به گاز میشه در واقع و اون بوی خوش به مشام ما میرسه. پس این تبدیل حالت ها که با گرفتن گرما بود، ذوب، تبخیر و تسعید، چون جنس ماده تغییری در اون ایجاد نمیشه، پس یک تغییر فیزیکیه و فقط حالت ماده عوض شده. خب همچنان تغییر حالت مواد ادامه داره. تغییر حالت موادی که با گرفتن سرما اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل انجماد. بچه ها من وقتی که شکلات آب شده دارم، وقتی که بهش سرما میدم، میذارمش توی یخچال، یعنی در واقع شکلات مایع من به شکلات جامد تبدیل میشه. پس انجماد تبدیل حالت مایع به جامد هست با گرفتن سرما. خب بچه‌ها مزه شکلات آب شده من با شکلات جامد من فرق میکنه؟ نه. جنسش چطور فرق کرده؟ نه. پس چی فرق کرده خانم؟ حالت ماده با گرفتن سرما. خب بریم سراغ میعان. میعان هم یکی دیگر از تغییر حالت مواد هست که با گرفتن سرما اتفاق میفته. در واقع تبدیل بخار آب، گاز به مایع هستش که با گرفتن سرما اتفاق میفته. خب و اون تغییر حالت موادی که در انتها با گرفتن سرما اتفاق میفته چگالش هست. بچه‌ها در چگالش با گرفتن سرما، گاز با گرفتن سرما به جامد تبدیل میشه بدون اینکه مرحله مایع شدن رو طی کنه. پس چگالش یعنی تبدیل گاز به جامد. خانم مثل کجاها؟ مثل زمانی که برف میاد، مثل برفک یخچال، تبدیل گاز به جامد رو ما داریم که به این عمل میگیم چگالش. پس به عملهای یا به تغییر حالتهای مواد که در اثر سرما به وجود می آید مثل چگالش، میعان و انجماد یک تغییر فیزیکی رو در واقع به وجود می آورند، تغییر در حالت مواد. بچه‌ها تنها ماده‌ای که در طبیعت هر سه تا حالت ماده، جامد، مایع، گاز رو داره میدونید چیه؟ بله آبه. آب رو ما هم به صورت یخ تو طبیعت میبینیم، توی قطب‌ها هم به صورت مایع میبینیم در بستر دریاها و رودها، و هم به صورت گاز میبینیم به صورت بخار در ارتفاعات. در کل بچه‌ها در چرخه آب در طبیعت هیچ تغییر شیمیایی به وجود نمیاد. همه تغییرات از نوع تغییرات فیزیکیه. چرا؟ چون همش تغییر در حالت مواد اتفاق میفته. کلا چرخه آب میدونیم دیگه همش به خاطر تغییر در حالت مواد هستش که اتفاق میفته. پس همگی تغییر فیزیکی هستن. خب تا اینجا گفتیم تغییرات فیزیکی
بر اثر گرفتن در واقع در تغییرات فیزیکی شکل، اندازه و حالت ماده تغییر میکنه. اما گاهی ممکنه بچه‌ها تغییرات فیزیکی با تغییر بو، مزه و رنگ همراه باشه، ولی همچنان باید جنس ماده تغییری نکنه. بچه‌ها تغییر بو و تغییر مزه و تغییر رنگ در واقع تغییراتی هستن که یک تغییر شیمیایی رو به وجود میارن. حالا تو جلسه بعد حتما تغییرات شیمیایی رو بهتون توضیح میدم. اما ممکنه که ما یک سری تغییرات داشته باشیم که توش درون اونها بو، مزه و رنگ تغییر کنه، اما جنس ماده تغییر نکنه. همین که جنس ماده همچنان تغییر نمیکنه، یعنی اون تغییر من مطمئنا یک تغییر فیزیکیه. مثال بزنیم. بچه‌ها توی این تصویر ببینید من یک قطره جوهر ریختم توی یک لیوان آب. در واقع جوهر من رنگش بنفش رنگ بوده. وقتی که ریخته شده تو لیوان آب، در واقع محتوای لیوان آب منم به چه رنگی شده؟ بنفش. اینجا من تغییر رنگ رو دارم، اما بچه رنگ جدیدی تولید نشده، جنس ماده هم عوض نشده. توی لیوان آبم هم آب وجود داره هم جوهر بنفش رنگ، اما با هم فقط مخلوط و ترکیب شدن. پس اینجا من یک تغییر فیزیکی دارم، حتی با وجود اینکه رنگ این ترکیبم عوض شده، ولی چون رنگ جدیدی تولید نشده باز هم تغییر فیزیکی هست. بچه زمانی که من چند قطره گلاب میریزم توی یک لیوان آب، در واقع محتوای لیوان آب من بوی گلاب میگیره. بچه بوی محتوای لیوان آب من تغییر کرده، اما بوی جدیدی تولید نشده. من گلاب ریختم و اون لیوان منم بوی گلاب میده، بوی جدیدی تولید نشده، جنس ماده‌ام تغییر نکرده. پس این تغییری که در واقع همراه با تغییر بو بوده یک تغییر فیزیکیه، چون بوی جدیدی تولید نشده، چون جنس ماده تغییر نکرده و ماده جدیدی تولید نشده. پس اینها مثال هایی هستند که یک تغییر فیزیکی رو نشون میدن که با تغییر بو، رنگ و مزه همراهه، اما جنس اون ماده ها تغییر نکرده. بریم برای مثال آخر که تغییر مزه رو به من نشون میده. من توی یک لیوان آبم مقداری شکر میریزم که شیرین شکر و یک مقدار لیمو میریزم که هممون مزه لیمو رو خب قبلا چشیدیم، مزه ترشش رو و خوب میشناسیمش. در واقع دارم شربت آب لیمو درست میکنم. شربت آب لیموی من اینجا بچه ها مزه جدیدی میده؟ نه، شکرم شیرین بوده، مزه شیرین گرفته. لیموی من ترش بوده، خب مزه لیمو میده. آب من که صورت مایع بوده. پس اتفاق جدیدی، ماده جدیدی با جنس جدید به وجود نیومده. میدونید بچه شبیه چی میمونه؟ مثل سالاد درست کردن. ما زمانی که سالاد درست میکنیم توی سالادمون کاهو میریزیم، خیار میریزیم، گوجه میریزیم، به ترکیب همه اینا با هم، به مخلوط همه اینا با هم میگیم سالاد. وقتی هم که میخوایم بخوریم ممکنه یه تیکه گوجه بخوریم با خیار یا یه تیکه گوجه بخوریم با کاهو، اما هر کدوم از اینها مزه خودشون رو دارن به اون سالاد میدن. هیچ مزه جدیدی تولید نشده. دقیقا مثل اینجا هیچ مزه جدیدی به وجود نیومده. هر کدوم از اینها مزه خودشون رو، طعم خودشون رو توی آب دارن حفظ میکنن. پس جنس ماده تغییر نکرده و اینکه ماده جدیدی تولید نشده. خب بچه ها در اینجا تغییرات فیزیکی رو کامل براتون توضیح دادم و در جلسه بعد با ادامه درس با توضیحاتی راجع به انواع تغییرات مواد و همچنین تغییرات شیمیایی حتما همراهتون خواهم بود. تا جلسه بعد و ادامه درس 2، خدا نگهدار و شاد باشید.